اینجا روستای لپو صحرا در جویباره، زادگاه یک قهرمان، جایی که حسن کوچولوی قصه ما در قلب پایتخت کشتی ایران مسیرش رو برای تبدیل شدن به یک اسطوره آغاز میکنه. تو خانواده‌ای ساده با مادری زحمتکش و پدری کشاورز که خودش هم همیشه عاشق کشتی بوده و مدام حسن و برادرش رو تشویق میکرد تا روی تشک برن و قدرت درونیشون رو پیدا کنن. حسن از همون بچگی هم هر بار که با برادرش یا بچهای همسن فامیل کشتی میگرفت با تمام وجودش میجنگید تا برنده بشه. اون هنوز 12 سالش نشده بود که رفت روی تشک کشتی و خیلی زود با سبک مبارزه تهاجمی و قدرت بیپایانش دل مردم رو به دست آورد. همه میگفتن این پسر برای چیزی فراتر از مسابقات محلی زاده شده. اما همه چیز به این سادگی ها هم نبود. کشتی از سخت‌ترین ورزش هاست و فشار بالای تمرین ها، اونم توی اون سن کم، میتونه هر کسی رو خیلی زود زده کنه. این اتفاق برای حسن هم افتاد و اون بعد از گذشت 6 ماه میخواست کنار بکشه، اما با اصرار پدرش به مسیر ادامه داد. روزهای سخت و تمرین‌های پی در پی حسن رو به مسابقات استانی و بعد به تیم ملی رسوند. کم کم اسمش به عنوان یکی از امیدهای کشتی ایران سر زبون افتاد و قهرمانیاش نشون میداد که برای شکستن مرزهای توانایی‌هاش اومده. تو سال 2014 حسن اولین طلای جهانیش رو در مسابقات کشتی آزاد جوانان زاگرب به دست آورد. ولی این فقط شروع بود. با تمرین‌های نفسگیر و تلاش بی‌وقفه به تیم ملی بزرگسالان رسید و دیگه نه تنها یک کشتیگیر بلکه نماد امید مردم ایران شد. از اولین حضورش در مسابقات جهانی بزرگسالان تا رویای بزرگ المپیک، حسن همیشه چیزی بیشتر از یه مدال می‌خواست. اون می‌خواست روی تشک کشتی پرچم ایران رو بالا ببره و فریاد پیروزی رو به گوش دنیا برسونه. اما همه چیز برای یک کشتیگیر ایرانی اونقدر هم آسون نیست. کمتر کسی باورش میشه حسن با وجود افتخارات و موفقیت‌هاش مجبور بود از پدرش پول تو جیبی بگیره و بخش اعظم هزینه‌هاش به عهده پدرش بود و این موضوع حسابی کار رو از اونی که بود سخت‌تر می‌کرد. اما حتی مشکلات مالی و بدقولی‌های مسئولین هم جلودار پلنگ جویبار نبودن. روی 2 ژانویه المپیک 2016 حسن یزدانی با بازگشت تاریخی در فینال نه تنها قهرمان شد بلکه به اسطوره‌ای تبدیل شد که برای مردمش الهام بخش و غرور آفرین بوده. وقتی داور دستش رو به نشونه پیروزی بالا برد، انگار تمام لحظات کودکیش، تمام سختی‌های مسیر، تمام اون تمرینای نفسگیر جلوی چشماش اومد و به یه لحظه ناب تبدیل شد. اما راه قهرمانی برای حسن همینجا تموم نمیشه. حسن در مسابقات بعدی هم با قدرت وارد شد و هر بار با اراده و عشق به مردمش طلاها و افتخارات بیشتری رو به کارنامه‌اش اضافه کرد. اما بدون شک یه بخش خیلی مهم از حرفه حسن یزدانی هم برمیگرده به جدالش با تیلور آمریکایی، نبردی که فراتر از فقط یک رقابت ورزشیه. هر بار که حسن در برابر تیلور قرار میگرفت نه تنها برای پیروزی که برای دفاع از افتخار و غرور کشورش مبارزه میکرد و مانند تمام مسابقاتش حتی اگه پیروز میدانم نمیشد، انقدر با عشق و نهایت تلاش مبارزه میکنه که حتی شکست هاشم برای مردم شیرین و قابل احترامه. این داستان حسن یزدانی بود، داستان پسری که با تلاش و غیرت بیپایان از یک شهر کوچیک به قله‌های جهانی رسید. اما چیزی که اون رو در دل مردم جاودانه کرد نه فقط مدال طلا بلکه اراده، تلاش و شجاعت بیپایانش بود. حسن یزدانی نماد قدرت و افتخار کشتی ایرانه و یادآور این که وقتی قلبت برای هدفت میتپه هیچ چیزی غیر ممکن نیست. و واقعا جا داره بگیم حسن جان، شیر مادر و نان پدر حلالت باد.